به نام خداوند بخشنده و مهربان. برادران و خواهران گرامی، پیغمبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هیچ کاری خیر را نگذاشت مگر اینکه امتش را برای عمل کردن به آن وصیت نمود و این چنین هیچ کاری بد را نگذاشت مگر اینکه امتش را از آن آگاه ساخت و برای دوری جستن از آن امر کرد. و در این حدیث شریف می خواهیم سه وصیت بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که امتش را برای عمل کردن در آن امر کرده است بیان نماییم. در حدیث که حضرت ابو هریره رضی الله عنه آن را روایت میکند میفرماید: از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا فرمودند: هر کس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید سخنی نیک بگوید یا خاموش شود، و هر کس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد پس همسایه‌اش را گرامی دارد، و هر کس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد پس مهمانش را گرامی دارد. روایت بخاری و مسلم. در این فرمایش پیامبر صلی الله علیه و سلم نشانه ایمان به خدا و روز قیامت را در گفتار خیر و خاموشی از سخن بد و در احترام و اکرام داشتن همسایه و مهمان قرار داده است. و این حدیث شریف برای نیکبختی هر مجتمع و هر انسانیت در دنیا و آخرت کافی است. زیرا اگر هر مجتمعی که افراد آن همه راستگو باشند و سعیشان بر سخنان خیر باشد و از گفتار بد بپرهیزند، البته در چنین مجتمع کشمکش و دشمنی به وجود نمی آید. این چنین اگر افراد همه آن مجتمع با همدیگر برادری و دوستی داشته باشند و احترام یکدیگر را حفظ نمایند، نسبت به همسایه خود احترام و خوشرفتار باشند و میانشان همکاری باشد، البته چنین مجتمع بهترین و با سعادت ترین مجتمع می گردد. منظور از همسایه این نیست که دیوار به دیوار باشد، بلکه تا 40 خانه از هر طرف همسایه یکدیگرند و به این ترتیب هر شهر از وجود همسایگان تشکیل شده و راحت مردمی هر شهر از احترام و همدوستی همسایگان نسبت به یکدیگر است و راحت هر مجتمع در غیبت نکردن و محبت یکدیگر است. در حدیث آمده است: همه سخنان آدمیزاد به زیان اوست مگر آنچه یاد خدا و عمل کردن به خوبی و بازداشتن از بدی باشد. و در حدیث دیگر آمده است که هر مجلسی که مردم نشینند و یاد خدا در آن نکنند، مایه حسرت آنها در روز قیامت خواهد بود. و از این رو یاد خدا و درود بر پیغمبرش صلی الله علیه و سلم همیشه و در هر نشست لازم است. مرد نزد سلمان فارس رضی الله عنه آمد و گفت: من را به کار امر کن که مفید فایده‌ناک باشد. حضرت گفتند: سخن مگو. پس آن مرد گفت: آدمی زنده بدون سخن نمیتواند. حضرت سلمان رضی الله عنه گفت: پس سخن را در راه حق بگو و یا خاموش بشو. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه گفت: چیزی نیست که سزاوارتر باشد به زندان از زبان. وهب ابن منبه گفت: اتفاق حکما بر این است که سر آمدی حکمتها خاموشی است مگر در راه خیر. مرد نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای رسول خدا، به من کار بیاموز که من را به بهشت برساند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند: گرسنگان را غذا بده و تشنگان را سیراب ساز و امری به معروف و نهی از منکر کن. اگر آن را نتوانی پس زبانت را نگه دار مگر در راه خیر. سخن و خاموشی را به حسب موقعیت آن باید سنجید، زیرا موردهای پیش می آید که خاموشی خلاف دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم می شود
و به قول سعدی رضی الله عنه: اگر بینی نابینا رو بچاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. گاه سکوت و خاموشی برابر به قتل نفس و یا بیشتر از آن عقوبت دارد. اگر همسایه به مورد جنایت قرار گیرد و تو را با مدد خواهد و تو خاموش بنشینی تا کشته شود، در همین خاموشی با کشنده به یک اندازه گناه داری. مثلی معروف است که از لقمان حکیم پرسیدند: پسترین اعضای بدن کدام است؟ گفت: دل و زبان. و باز پرسیدند: بهترین اعضای بدن کدامند؟ گفت: دل و زبان. چون اگر این دو راست باشند تمامی بدن و راستی و درستی گرایند، و اگر این دو راهی نادرست باشند ناراستی همه اعضا را بار می آورند. و در مهمانداری از تکلف و زحمت انداختن منع شده است. در حدیث مدت ضیافت 3 روز تعیین شده است و باید دانست که قبول مهمان برای کسی لازم است که توانایی آن را داشته باشد. بنابر این مهمان شدن نزدی کسی که عاجز از مهمانداری است حرام است، مگر در صورتی که از ایمان قوی به درجه باشند که بتوانند ایثار کنند. در حدیث آمده که مرد به خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای رسول خدا، در زحمت هستم. رسول خدا شخص را فرستاد نزد همسران خود که آیا در دیگ طعام برای یک مهمان دارد؟ همه گفتند: قسم به آن خدایی که تو را به حق به پیامبری برگزید، بغیر از آب چیزی دیگری در خانه نداریم. آنگاه حضرت فرمود: کدام از شما این مهمان را امشب مهمانداری میکند؟ یکی از انصار گفت: من امشب او را به خانه میبرم. و او را با خود به خانه برد و با همسرش گفت: مهمانی پیامبر صلی الله علیه و سلم را گرامی بدار. همسرش گفت: غیر از طعام کودکان چیزی دیگری نداریم. آن مرد گفت: کودکان را دلخوش کن تا خواب روند و آن طعام را برای مهمان بیار. چراغ را خاموش کنیم و دهان را با هم زنیم تا مهمان گمان کند که خودمان هم همراهش طعام خوریم. و به این ترتیب همگی با شکمی گرسنه خواب کردم و مهمان را مهمانداری کردم. و در قرآن درباره آنان آیت نازل شده است: و دیگران را، مهاجران را و خود ترجیح افضلیت می دهند، هرچند خود انسان محتاج باشند و آنان که از بخل خویش در امان مانده باشند رستگارانند. سوره حشر آیت 9. این بود برادران عزیز قصه امروزه ما، وصیت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای امتانش. خیر، تا برنامه‌های دیگر با ما باشید.